بچه. سلام بچه، چطورید؟ بچه امروز یکم زود از سر کار اومدم. پریام که بی جنبه تا منو دید گفت منو ببر مامان پارک. حالا آوردمش پارک که بازی کنه. گفتم تو این فاصله منم یه ویدیو بگیرم واسه شما بذارم از پارکمون، بازی کردن پریا، خلاصه با هم باشیم. حالا میریم که ببینیم پریا چیکار میکنه. بچه گربه ها رو ببینید چه خوشگل با هم بازی میکنن. این یکی ببینید چقدر نازه، چقدر کوچولوه. یکی هم این توه، این معلومه خانومه، بیرون نمیاد اصلا. اینجا بچه خیلی به گربه ها اهمیت میدن. ببینید هر جا برید براشون اینجوری غذا گذاشتن، آب گذاشتن. به حیوونا خیلی توجه میکنن سگ و گربه. الان خفهش میکنه میکشه. اینجا من میگیرم مقاله. بچه این پارک محلمونه. امروز اومدیم پارک میبینیم این کفوشا رو همه رو عوض کرده، میخوان عوض کنن، همه جا رو کندن. یک بادی هم داره میاد که اما بادش خنک خوبه. پریا میخواد تو زمین اسکیت بازی کنه. منم دنبالش میرم که ببینم چیکار میکنه، هواشم داشته باشم. امروز پارک خلوته به خاطر اینکه داره باد میاد، خاطر همین خنک هوا خنکه. ببینید مردم کاپشن پوشیدن. تهران شنیدم هوا خیلی گرمه، ولی اینجا الان چند شب خیلی خنک و خوب شده، خیلی باد. بچه پارک محله ما هم زمین فوتبال داره هم زمین بسکتبال داره. بچه ها میرن توش بازی میکنن. Sen işte bir çocuk lazım sana ya. Bu tarafa gidelim. بچه پریا بازیش چطوره؟
این ورم زمین فوتباله. ببینید پسرم پرهام یه مدت اینجا بازی میکرد، حالا تیمش عوض شده رفته گالاتاسارای اونجا بازی میکنه. بریم یه ذره قدم بزنیم. بیا دخترم دیگه بزرگ شده، سمت این سرسرو و تاپ و اینا نمیره. قبلا همش تو اینا بود، با اینا بازی میکرد، ولی الان دیگه اینجا نمیره. بیا بیا اینا اینجوری شده نمیتونن. خیلی خب بیا بریم یکم اون و میخوام یه چیزی نشونه این بچه ها بدم. پارکمون امروز خیلی خلوته، همیشه انقدر شلوغه که نمیشه راه رفت. امشب به خاطر این بادی که میاد شلوغه. بچه میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم. اینجا میگم که به حیوونا خیلی اهمیت میدم، مخصوصا به این گربه ها، سگا. این خونه ها رو میبینید اینجا شهرداری درست کرده واسه سگا. ببینید حالا الان چون هوا گرمه دو تاست، زمستون که میشه بیشتر میشه. بعد سگا اینجا میشه لونای سگا اونجا واسه خودشون میشینن میخوابن. این هم گربه ها. پیشو چطوری؟ ببینید این ظرف هم میذاره اینجا گذاشتن، توش آب میکنن واسه سگا و گربه ها. اینجا هم که ببینید یه محبت درست کردن واسه اینایی که میخوان سگاشون رو میارن اینجا باز میذارن، سگا اینجا بازی میکنن. اینجا خیلی به سگا و گربه ها اهمیت میدن، مخصوصا به گربه ها. یعنی شما تو خیابون که راه میری فقط میبینید غذا گذاشتن واسه این سگا و گربه ها. به خاطر همین هیچ وقت سگ و گربه هاشون گشنه نمیمونن. خیلی خوب برو بازی کن. دخترم بزرگ شده دیگه سمت این تاپ و سرسراها نمیره، فقط میاد پارک یا اسکیت بازی میکنه یا توپ بازی میکنه. خیلی خوب بچه ها، اینم از پارک محله ما. پارک تقریبا متوسطه، بزرگ خیلی بزرگ نیست، کوچیک هم نیست. اینم از دخترم. خیلی خوب بچه ها، اینم از پارک محلمون. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.